تلفن ها که از 16 پرو مکس است یا استفاده نشده. نامزدارای عزیز 16 پرو مکس تخفیف ویژه. مجرات شما هم متوجه باشین نشه که خدای نخواسته در قضا چاپا بزنین و بیاین پیش حاجی صاحب طلوع موبایل برشان بگوین که حاجی صاحب والا ما نامزدار هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سیستم تعالی په سپیشل نامه د واک تلمیذون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم. سباون سهار یم. درنو لیدونکو نن هم یو خاص او ځانګړې خپرونه درته لرو. لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ طلوع موبایل ته راغلی سو. طلوع موبایل درنو لیدونکو د کابل ولایت په موبایل سنټر کې موقعیت لري. طلوع موبایل غواړي نن خپل د هیوادوالو خپل د مشتریانو لپاره یو خاص و زنگړی تخفیف ولري که چقدر تخفیف داره و چی باعث شد که اینها امروز تخفیف ویژه به خاطر هموطنان و مشتریان خود داشته باشه. شما هم تا آخر برنامه بیننده ما باشید. حاجی صاحب السلام علیکم. جور بخیر. قربانتان بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. اسمتون به هموطنای ما بگیرین. اسم کنشکا است. یکی از دکاندارای موبایل سنتر. بله خیلی خوب. دکانم به نام طلوع موبایل درست؟ بله. خیلی خوب. حاجی صاحب مدت چقدر وقتتان میشه که اینجا فعالیت دارین؟ از ما از وقتی که این مارکت آغاز شده از اون وقت هستیم. قبلا ما 17 سال یا زیادتر از اون کار موبایل است. بله خیلی خوب. چی باعث شد چی انگیزه برتان افتاد که امروز خواستین به خاطر مشتری‌ها به خاطر هموطنای ما یک تخفیف ویژه داشته باشین؟ برادر قند بر خودت شخصا معلوم است که اقتصاد مردم اونقدر ایجاب نمیکنه که تلفن بلند بخره و کاروبار هم نیست. بله. جوانام شوقی هستن میخواین موبایل بگیرن. بر از اونا ما خواستیم یک تخفیف ویژه باشه. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. به خاطر هموطنا ما در آغاز برنامه هم برتان یادآور شدم که به خاطر هموطنای عزیز به خاطر جوانای عزیز که واقعا دچار مشکلات اقتصادی هستند، طلوع موبایل که در موبایل سنتر موقعیت داره، حاجی صاحب خواستن امروز یک تخفیف ویژه برشان داشته باشه. حاجی صاحب که تخفیف دارین، تلفن‌هایتان چند نوع تلفن دارین؟ تلفن خود در جمله یک 25 نوع است. فعلا دیگه هم در راه است، میرسه بخیر ان شاء الله در وقتای نزدیک. زیادتر خو از چین از دبی میاد. دیگه امی دو کشور زیادتر تلفن وارد میکنه و ما از این دو کشور میکنیم. بله خیلی خوب. تلفن‌های دبی خوب کیفیت داره یا تلفن‌هایی که از کشور چین میارین؟ ایتر از برادر خان در اصل کل از اینا از چین جور میشه و از کمپانی بزرگش که از در چین است. بله. بازی سه نوع تلفن میباشه. یکی ای پلاس میگن، ای پلاس پلاس دیگه بالاترش هموش. بله. باز نسبت به مو گاک است که چی رقم هم میخواین، یعنی رفرش هم است، اصل هم است و ای پلاس پلاس هم. خیلی خوب. تقاضای مشتریایتان چی است؟ کدام نوع تلفن زیاد از پیشتان تقاضا میکنه؟ والا در عموما به خودت معلوم است افغانستان نام خدا مردم خواستایشان بالا، زیادتر آیفون تقاضا دارن. بله خیلی خوب. آیفون چند نوع آیفون دارین در دکانتان؟ پیش ما هم یک چند نوعی که هست اینجا به نمایش ماندیم دیگه ببینیم که 15 16 است، 14 13 است، 11 است، 12 است. خیلی خوب. قیمت‌هایشان چند است؟ میخواین به خاطر هموطنای ما چقدر تخفیف داشته باشین؟ والا تخفیف خود در جمله ما 30% تخفیف ماندیم به مشتریای خود که بتونن بخرن. بله یعنی 30% تخفیف به خاطر هموطنای ما شما ماندین یا انتخاب کردین. چی خوب میشه که آغاز کنیم نخست کدام تلفن بعد تخفیف میمانین و قیمت اصلیشان هم به هموطنای ما یادآور شوین، چقدر که شما تخفیف ماندین اونا هم یادآور شوین. چرا نه، درست است. شما بگوین کدام تلفن بخیر باشین. هر یکی که میل دلتان باشه هموطنای ما سر میز میبینه یک تلفن بگیرین با هموطنای ما نشان بدین، قیمت اصلیش هم یادآور شوین و همچنان تخفیفی که شما 30% ماندین چقدر تخفیف میشه به خاطر هموطنای ما یک تلفنایتان بگیرین. از همین تلفن گلکسی S21 شروع میکنیم که این دو سیم کارت است. عین زمان در یک سیم کارت هم میباشه. اونا
که است باز کیفیت از این نداره. 256 جی بی حافظه‌اش است، 8 جی بی هم رم داره. ما این را برشان میتیم در 14,000 افغانی، اصلی و اوریجنال. تخفیفش چقدر حاجی صاحب؟ در اصل خو اینا 17,000 است، ما در 14,000 میتیم که 3,000 تخفیف. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. دیگه کدام تلفن است که میخواین با تخفیف بانین حاجی صاحب؟ تخفیف کلشان خورده، یعنی هیچ کدامش نیست که ما تخفیف نتیم. خب ما از یک سر میخوایم هر کدامش با نوبت خود به تخفیف. خیلی خوب. در مورد تلفن هم صحبت داشته باشین. تلفن که است گلکسی S21 الترا است، قیمت از اینا 25,000 روپیه است و ما ایره امروز ماندیم در 17,000 هم نیست، 16,000 15,500 هم میتونیم که بدیم انشالله. خیلی خوب، شما تصویرشان دیدین هموطنای عزیز، ماشاءالله تلفن‌های خوبی است. دیگه تلفن‌ها را هم به معرفی بگیرین حاجی صاحب. این تلفن است آیفون 13 است. قیمت از اینا ما خو نو است، بالکل یوز نشده. ایره برشان میتیم در $310. $310 LTB 300 قطعی مکمل. بسیار پیسه مناسب است. خیلی خوب. چی خوب میشه که دیگه تلفن هم به مشتریای یا هموطنای ما نشون بدید؟ درست است. یعنی آیفون 15 است، LTB 300 قطعی مکمل، تمام وسایلش هست. ایره ما برشان میتیم در 480 روپیه. البته تلفنی است که یوز نشده، تا یک بار هم در سیم کارت نفتاده. صاحب بخیر باشین که در کنار ما هستین، همراه ما هستین. در مورد از این تلفن ها هم صحبت داشته باشیم و قیمت های اصلی از چقدر است و چند فیصد تخفیف داره و از کدام کشور وارد کردین؟ اینا زیافترش مثال این تلفن که است آیفون 16 پرو مکس است، 256 جی بی است. این تاول اکتیو نشده، یعنی نو است مکمل. این از امریکا میاد. بله. چرا LLA به فرمایش امریکا است. دیگه 256 جی بی است. بله. یوز نشده تاوله. قیمت اصلی از این خو 1100 روپیه است. بله. ما ایره در 950 روپیه میتیم. بله. $950. 16 پرو مکس. بله. خیلی خوب. حالا اینترنشنال هم تخفیف ماندی، هموطنای ما به هم میگه بیادر 950 گفته بودی ولی نه که افغانی گفته بودی یا دلار. $950 تخفیف، قیمت اصلیش هم 1100. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. در مورد از این تلفن هم صحبت داشته باشین. این تلفن آیفون 13 پرو مکس است. 13 ساده است. بله. در اصل قیمت از اینا 450 یا 500 است نو. منتها ما ایره براتان بیشتر نوش برات بیان کردم که در 310 روپیه است، این 250 روپیه است. بله. $250. بله. تخفیف به همراه تخفیف. با تمام تخفیف. بله. خیلی خوب. نشه که باز ما تاوان کنیم. نه انشالله نمیکنین. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. یک تلفن اگر اشتباه نکنم شاید الترا باشه، درست است؟ بله. S21 الترا. چطور است در روزا بازار از تلفن‌های الترا؟ تلفن الترا خوب است. این خو تلفن S21 است. اینجا ما S24 ش داریم، S23 ش داریم. تلفن‌هایی که بیخی یعنی نو هستند. بله. یوز نشده. S23 الترا 512 جی بی و 2 سیم کارت واتر پروف کمپانی. بله. تاوال سیم کارت در بینش انداخته نشده. فروش از اینا هست 7,500. ما ایره میتیم در 570 رو. بله. 7,500 و آخرش بله ما در 570 روپیه میتیم. حاجی صاحب یک شوخی هم باشه، اما 5 اگر طرف راست بیاریم چند میشه؟ ما اعتراض مطلب ما تو بود که یعنی 750 روپیه ریتشان است. بله. ما اونمو 750 را در 570 روپیه براتان میتیم. همون گپ شوخی که شما کردین که بالا رفتی بالا نرفتیم. یعنی یک تخفیف دادیم که بسیار یک تخفیف. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، قربانتان. هموطنان عزیز شما تلفن ها را دیدین که حاجی صاحب برتان تخفیف مانده بود و
تلفن‌های برند با کیفیت بالا و با قیمت ارزان به خاطر هموطنا، به خاطر جوانای عزیز که حاجی صاحب تخفیف مانده بود امروز. حاجی صاحب گفتنیتان، پیامتان، کسایی که نمیخواید افغانستان سرمایه گذاری کنه در ضمن که زمینه مساعد است، کشور فضل خدا امنیت است، چی گفتنی چی پیام برشان دارین؟ پیام ما و تمام هموطنان ما این است که برادر در هر ملکی که باشی نفر دوم هستی. بله. باید که آدم در کشور خود باشه و اگه سرمایه گذاری هم میکنه باید در کشور خود بکنه. بله. امروز ما شما میبینیم که با چی وضعیت پاکستان یا ایران مردم از خاک خود بیرون میکنه با بسیار سرمایه زیافی که مردم ها 100 لک کلدار، 200 لک، 500 لک کلدار اونجا سرمایه گذاری کرده. اما اونمو را از پیششان میگیره و نمیمونه که یک سوزن هم کد خود بیاره. اگه بیارن هم یک بار در اونجا مسئول بتن، یک بار در اینجا اون چیزی را که بیارن از آوردنش کده پیسه مسئول زیافتر میشه. چی خوب است که در وطن خود آدم سرمایه گذاری کنه و وطن مادر است. هیچ وقت آدم از وطن دور نشه بهتر است. بله دقیقاً. قربانتان بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. خیر ببینین، خانه تان آباد. حاجی صاحب ما و شما به خاطر هموطنای خود تخفیف ماندیم. بله. ولی امی کسایی که نامزادداران هستن اونا شاید گله بکنه که خاطر ما هم یک تخفیف مانین. کسایی که نامزاددار هستن برزو چه قسم؟ والا بر از اونا باید که احترام قائل باشیم. ما در خدمت هستیم برادر، با تمام هموطنان خود در خدمت هستیم. چی نامزاددار باشد، چی مجرد باشد، چی مادر باشد، چی برادر، فامیل، هر کسی که بیاین انشالله در خدمت هستیم. اینجا بیاین ما خدمتشان برفتیم. قربانتان. یک دو دانه تلفن‌های لوکس و انتیک و مقبول حداقل که در دست اردویشان باشه مقبول معلوم شوند. کسایی که نامزاددار هستند کدام تلفن‌ها را بر زو با تخفیف میمونه؟ حاجی صاحب اگر برنامه را ببینن و بیننده باشن بیاین پیشتان و از تلفن‌ها استفاده یک خیلی خوبی کنن. کدام تلفن است؟ چند نوع تلفن باید بر زو با تخفیف بانین؟ چند تخفیف میدی با نامزاددارا و قیمت‌های اصلی از تلفن‌ها چند است؟ پیشتر هم برتان عرض کردم برادر قندی تلفن ها که از 16 پرو مکس است یا استفاده نشده یعنی نان اکتیو است. بله. یا قیمتش خود در عموما 1100 است. ما برای برادرها پیشتر گفتیم که 950 روپه. بله. حالا چون که نامزاددار گفتی بله. چون کلش برادرای ما پیش ما سرمحق دارن 50 دیگر هم برشان کم میکنیم. $900 برشان. بله. چقدر خوب حاجی صاحب نامزاددارا را هم فراموش نکرد. بله. و نات اکتیو. بله. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. بینندای عزیز 16 پرو مکس تخفیف ویژه $900 به خاطر نامزاددارا. مجرد شما هم متوجه باشین نشه که خدای نخواسته در قضا چاپا بزنین و بیاین پیش حاجی صاحب طلو موبایل برشان بگین که حاجی صاحب والا ما نامزاددار هستیم و میره با 900 تخفیف ماندی. اینطور نشه متوجه باشید که دیگه کسا قضا را نبرس پیشت. و دیگه برادران 9.5 است. بله. این حاجی صاحب برتان گفت اگه اینطور نشه خدای نخواسته صاحب یک کس بیاد جان نامزاددار است پیشت ببره باز چی؟ نه دیگه ان شاء الله که باز میفهمید. بله خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. نامزاددارای عزیز 16 پرو مکس تخفیف ویژه $900 به خاطر شما. بخیر باشین حاجی صاحب خانه آباد. بسیار زیاد تشکر که حداقل هموطنای ما که نامزاددار هستند اونا را هم از ذهنتان نکشیدین، فراموش نکردین، تخفیف برشان ماندین. خب حاجی صاحب بخیر سلامت باشین. در آخر پیام و گفتنیتان. گفتنی ما ای است برادر که همیشه کوشش کنیم که همدیگر را بپذیریم و این کشور خود ماست. چی خوب است که در می سرزمین کار کنیم، زندگی کنیم و شهر خدا بسیار پاک و درست نگاه کنیم. بله. و همیشه احترام با بزرگ داشته باشیم و همین بهترین پیام است که همدیگر را بپذیریم. بسیار بالا. قربانتان بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر دوستای عزیز. شما صحبت‌های حاجی صاحب شنیدین. د حاجی صاحب خبرې مو واورېدلې. درنو لیدونکو خاص او ځانګړی تخفیف له تاسو لپاره وړاندې کې فل خصوص د نامزاددارانو لپاره یا هغه چا چې کوزدن کړی ده د هغوی لپاره خاص او ځانګړی تخفیف د ځان سره درلوده. نو په دې هیله یم چې تاسې هم موبایل سنټر ته راشئ. بیا په موبایل سنټر کې طلو موبایل فروشي ته راشئ. د حاجي صاحب د دوکان څخه په لوړ کیفیت او ټیټ قیمت ښه تلیفونونه ترلاسه کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وختونه د خدای په امان.